اگه فارسی حرف میزنی این ویدیو مال توه. از هر جای دنیا که داری منو میبینی سلام بر تو. فرقی نداره شما دارید الان کجا زندگی میکنید، چه توی ایران باشین، چه توی آمریکا باشین، کانادا، مالزی، تاجیکستان، افغانستان. خیلی خوش اومدین به ویدیوی من فریبا هستم و قراره کلی با هم حرف بزنیم. یکی از دغدغه شما عزیزان همیشه این بوده که آیا سرمایه گذاری توی دبی امن هست یا نه؟ جواب این سوال بله و 100% هست. چرا؟ بیاین تا براتون توضیح بدم. شما وقتی یه ملک رو سرمایه گذاری میکنید توی شهر دبی، این پول نزد حساب مشترکی که بین دولت امارات و شرکت سازنده هست باقی میمونه و با پیشرفت تدریجی ملک این پول به شرکت سازنده پرداخت میشه. در نتیجه هیچ نگرانی بابت پولتون نباید داشته باشید. یه چیزی رو از من داشته باش، همیشه توی خرید ملک توی دبی لوکیشن حرف اول رو میزن. لوکیشن های مختلفی داریم. ما لوکیشن داریم با ویوی برج العرب، ویوی برج خلیفه و همچنین خط ساحلی. پس بهتر موقع خرید ملکت به لوکیشن دقیقاً دقت کنید. یه نکته جالب میدونید چیه؟ موقع خرید ملک اصلا نیاز به حضور شما توی شهر دبی نیست. شما مدارکتون رو به همراه پاسپورت برای ما میفرستیم و ما خرید ملک رو برای شما استارت میزنیم. فرقی نداره کجا داری زندگی میکنی، چه نوع پولی تو جیبته، دلار باشه، یورو باشه، ریال باشه، همه مراحل به صورت قانونی و شفاف با ما طی میشه. با من در تماس باشین چون قراره واحدایی به شما پیشنهاد بدم که تا عمر دارین منو دعا کنین.